قتل دردناک هانیه دختر مشهدی توسط دانیال دوست پسرش. خانواده هایی که دختر دارید این کلیپ برای شماست، تا آخر ببینید. هانیه دختری بود که اهل مشهد بود، فکر میکرد دوست پسرش دانیال قرار اینو ببره سفر، دیگه نمیدونست توی ذهنش قراره فروخته بشه. آشنایی اینا از همین اینستاگرام شروع شد. داستانهای عاشقانه و وعده و وعید آینده و من تو رو علم میکنم بل میکنم و خوشبختت میکنم و اینا، تا اعتمادشو جلب کرد. پسره باهاش قرار گذاشت، با هم دیگه پا شدن رفتن بیرون که دور بزنن، یه سفر برن. به بهانه سفر پسره اینو برداشت بردش بیرون. و اینکه این سفر انقدر طولانی بوده که هانیه بنده خدا اصلا نمیدونه داره کجا میره، تا اینکه رفتن رسیدن لب مرز، جایی که آنتنها به کل قطع، ماشین از حرکت ایستاد و جاده خلوت شد. لحظه شوک اونجا بود که فهمید سفر نیست، معامله بوده، اونم نه پاپوله، نه با ارز دیجیتال. از اون ور خانواده هانیه نگران میشن. پدره به مادره میگه آقا جان من برم به کلانتری خبر بدم دختر من نیومده. از اونجایی که مادر هانیه خبر داشته از اینکه اینا قراره با دوست پسرش برن سفر، قضیه رو به پدره لو نمیده. پدرم میگه اوکی دیگه، رابط خانم من داره درست میگه. غافل از اینکه دخترش داره میره سفر، ولی سفر آخرت. میرسن لب مرز، پسره میره اونور مرز. وقتی که پسره تمام ارز دیجیتال به کیف پول دیجیتالیش میشینه، دختره رو تحویل میده و دختره میره اونور. کلیه، کبد، رگ، جایی تو این دختره بنده خدا نبوده که اینا نکشن بیرون. همه جای دختره رو اینا کشیده بودن بیرون، حتی استخوناش هم داشتن در می آوردن. و جسد بیجان دختر هانیه لب مرز پیدا میشه. اگه خطر غریبه ها تو ذهن تو رو میترسونن، این کلیپ رو 2 بار ببین. برای تمام دختران سرزمینم این کلیپ رو حتما بفرست. شاید نیاز داشته باشه یکی این کلیپ رو همین الان نگاه کنه. هر کسی اومد گفت من فلانی ام، من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم، اعتماد نکنید. دوست داشتی فالوم کن، بقیه کلیپ ها رو حتما ببین. از اخبار روز با خبرت میکنم. خیلی مخلصم. ارادت.